من روز شبم شده که گوش ندارم، مرغ ندارم، روغن ندارم بخورم. چرا تمام زندگی من، تمام دغدغه من شده معیشت. کی اومده یک زن سرپرست خانوار رو بزنه بگه آیا تو داری برای تخم مرغ بخریم؟ زنی که مساوی مادر باشه. من میبرم برای زن بچم. این گوسفند مرده ما انداختیمش. مرده حرومه، هر چیز میبرم برای زن بچم. زیر خط فقر تو نان و پنیری خورده ای، کودکت رو دست خالی پیش دکتر برده ای. زیر خط فقر در سرما شبی خوابیده ای، دست پینه بسته یک کارگر را دیده ای. زیر خط فقر در سطل زباله گشته ای، با خجالت و نداری سوی خانه رفته ای. زیر خط فقر اینجا صف کشیدن مردمان، هی اضافه می شود جمعیت محتاجان. زیر خط فقر هر شب یک نفر جان می دهد، زندگی نکبتش را صوت پایان می دهد. زیر خط فقر امشب یک نفر جان می دهد.